برای دیدن فیلم موسی کریم الله ساخته آقای ابراهیم حاتمیکیا اومدیم به سینما. فیلم‌های آقای حاتمیکیا رو من همیشه می‌بینم، بیشتر به خاطر خود آقای حاتمیکیا. همیشه کارهای خاص و در واقع تاریخی خیلی خوبی رو انجام میدم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، نوش جونتون. خیلی ممنون که همراه ما هستین، ما رو تنها نذارین و در این مسیر ما به مهر شما و به نگاه شما نیاز داریم. که جای خالی ندیدم توی سالن. من کلاً بازی خانم مریلا زارعی رو همیشه دنبال می‌کردم. خانم مریلا زارعی هم که دیگه فوق‌العاده بازی کرده. امیدوارم دوست داشته باشین. آقای آیش، آقای تشکر. تو قلب و روح من نفوذ کرد. یه شاهکار دیگه از آقای ابراهیم حاتمیکیا من که واقعا لذت بردم. گیریم سنگین و فوق‌العاده و جذاب جناب آقای آیش بی‌نظیر بود. امیدوارم فیلم رو دوست داشته باشید. پیشنهاد بهتون میدم که حتما این فیلم رو ببینین، بیاین تماشا بکنین. خیلی ممنون که تشریف آوردید.